برادر گوم مرگ میکنه اگه شما دیدیم اصلا نخلیم پولا خور پس بستونیم. بیاین که خلاص شد برادر، خلاص لیلام که برادر بیا که خلاص شد، بیا که از ما به لیلام برادر یک ما دو ما دیل جمع میشی دیگه به زندگی نار نمیبینی. بیا که لیلام برادر بیا که از ما عراجه پودر که پودر پشه. چی میفروشین؟ سرسرا دارین چی میفروشین؟ ما برارم پودر کیک، پودر پشه، پودر مرغش، پودر مگس، پودر یعنی از همه داری؟ پودر موش هم هست. از موش هم داری؟ پودر موش هم داریم. چند میدی ماما؟ اینا رو برارم همیتا که اینا رو به تا یک تاس او بریزی تا پشت همیتا پوشین کنی به دستا خو به دیوالا به زیر فرش اینا بزنی. نه موش میایه به سرا شما، نه پشه میایه، نه کیک میایه، نه مرغش میایه، نه هم مگس. گم میکنه نه؟ همه چور گم میکنه. یک گپ بگم به شما. یک پینجه میدم. برو بده پینجه خود. یعنی گم میکنه؟ دلجان باشه. برادر دست لافه دست داده خو صبر کو بیا که بگم به تو اشته قاشق داریم بخونی خو مثل که تو آنه این قاشق میبینی از این قاشق داریم بخونی خو آنه از این قاشق اینا رو یکی همی تو نصف جا کنک برسته اینا رو به قطی کو انا چیز کن. خوبه چند برو دل جمع باش. برادر پودر کیک، پودر موش، پودر پشه، پودر مرغش، پودر مگس، پودر گوسفند، پودر هر چیزی داریم برادر بیا که خلاص شد از ما به لیلامه. ماما بله ماما بیایی. سلام علیکم. سلام علیکم. همین تاشون آمر بخورونه. خیلی اندامیده. بخره. وقتا دو دست ماما جو. ببخشید ماما جو. خیر بینه. اینا به سرم ظلم کردم. خوشته. من خود ما پودر فروشم. کیکا مال بخورده. کیکا شما رو بخورده. شما کیک نداریم؟ به خدا دیگه دونمانی پیدا میشه. خب پول داریم بخریم. بله ماما. آنه برارمه. آنه. این به داخل یک از این قاشقا سه کنیم. نصف قاشقی به ته وا قطی میکنیم. بفهمیدیم به چاردیوار خونه خود پاش میدیم زیر نلیچا زیر فرشا. نی مرغش، نی چورچورک، نی موش، مگس، پشک، خرتپلت هیچی نمیآید. دلجمع باشه ماما جان. این 90 میدیم شما هم یک پینجه دست لافه دست علازاده. دیگه مراد دیگه نداره بکنیم ماما. بله اونو ماما بیشترتر مایم. دیگه مراد برار میه. همین ارزان تر کنید چون مردم غریبه. سعی کنیم برارم ایت دوای برای شما بدم که خوب ایت رنج شما گل شه. خدا خیر بده ماما. خیر بین. فروشی برادر از ما بله لا برادر. بله. خیر بینیم. خداوند شما خیر بده. برادر دست لافه دست علارزاده بشکنه پیار ارومزاده. بریم ماما جو دل جمع باش. زنده باش. سلامت باشین. خیر بینیم ماما. گردن همه بند باشه سیکو خدا تو بی دین دنیا خار نکنه. اشته عقل کمال داری بی دعا حکیمجی میگه برو بفروشک رنج مردم گل شه. بی 100 ریپه بفروشیدم که گردن همه بند باشه یک ما خرج مانه. از این جاده میرم که کوچه به گله. بیا برادر که دلم برادر دلم شد. بیا مرگ موش، مرگ پشه، مرگ کلیز، مرگ چورچورک، مرگ کیک، مرگ چی پودر چیز پودر، مرگ خر، مرگ خر هم داریم، مرگ هرچی داریم برادر بیا که لیلامه بیا. بیا برادر از ما راجع بیا که خلاص شد. بیا که خلاص شد برادر لیلامه برادر. ما مرگ پودر کیک. بله چی داری؟ ما پودر کیک، پودر پشه، پودر مرغش. یک دقیقه نکش. خب من مشتری هم دیگه چی داری دقیق میکشی؟ شما نیم بله چی داری؟ اینا پودر اینا 10 مدله. خب اینا که هست پودر چیزه موشه. خب بفهمیدیم اینا که هست برارم پودر مرغش و پودر پشه. بله اینا چیه؟ اینا چیزه. اینا درخت بلگی بفتاده میده بتخلیتی من. خب اینا فقط می خونه ما موش داره. موش داره. داری دوایو موش هست خب بده کنیم چند است؟ چند قاشق؟ قاشقیه یا سرونه؟ قاشق هم هست دون اینا سعی کنیم برای 7 رقمه رو این ببریم. 7 رقمی رو باشه. اینایه. سعی کنیم برارم اینا سعی کنیم چند مدل میبینیم. اینا که هست با خیلیه. اینا به درد شما نمیخوره. اینم خیلیه. چیزی باشه که این موشا رو از بین ببره مثل اون دوایی که دیگه مردم هم میاره بعضی چیزا تقلبی میده از اونا نباشه. نه پول
پولا شما با ما گوشت خر بشه که اگه ما متقلبی چند باشه قیمتی؟ این 90 روپیه خیلیه برو ها؟ خیلیه به این گرده قیق میکشم مغزه به 10 روپیه میده خب 5 تن اندازه گوبند هم شما میدم به 2 روپیه اونا خب چی تفلقه خب اونا تفلقه ها اینا برای ما به چند چیز نقص داره به اول کیک دیوم پشه دیوم مرقه چورچورک خود تر کمال پشا بخوردن هم اینا اگه اینا فایده میکرد میگم خود تر پشا نمیخورد کو نه خوسته که تو شاعر گفته تو را سگریت به لب بینم کفن بگردم کسی و کسی چی ربطی داره خب وقتی که من خود شما دشمن باشم مر میزنی یا نه خدا نکنه که دشمن باشیم میگه آفرین ما فعلا حال دشمن حالا امور بده گپ خیر دشمن مرقشایم امور ارزون تر حساب کو امور یک پاکت بده بره 85 نه بابا به 10 روپیه یعنی 50 روپیه بده 30 روپیه بده به من 20 روپیه چنده 30 روپیه بده به من فس بگی فایده میکنه حال اینا یا نه بیا 50 روپیه حساب کو بده یک خود تو کیک زدی مگس زدی این نیه هیچ چیزی بیده ما اینا که فقط دیدی صاحب کو برارم آدرسی را تو بدم آنه برارم آدرس نه آدرسی نیه نسبت قاشق قضی به وابر زد فهمیدی آدرسی انا به تعزی قاشق نسبت قاشق از اینا نسبت قاشق بره تا 1 سال تا پیمانی اوی خب بفهمیدی دو سر فلفل هم بریز خب دو سر فلفل هم میگم حالا ای آرایشگاه کنه در کی آرایش میکنی دو سر من سر می شک کردم برو این پینجه اگه نبود انگار خیرات دادم این قاشق را میدی به من نه خاطر قاشقا خونه باز خب برو انقدر بینه خدای سر برو خدا یارت خدا حافظ بفهمیدی که آیا تو نرا نه بفهم پای من او نسبت قاشق دو سر فلفل اینا را همه وا کنک بفا اینا که وا شدک بعد پاشت بزین نلیچه ها خوب بالشترم پودر بزن خوبه برو فرشا خورم پودر بزنی تا دل تو جمع باشه خوب مگرم اونا رو به دوایی پیدا نکنی خدا یک پول داری بده به من یک عقل کمان هم بزنی میگه شک و شک کن بساری بیچاره بیر اینا دوا کیمیاییه بیا برادر که بیرم من اینجا برادر بگیلم اجازه گیلم ایلم مت برادر بیا که پودر فروشیه برادر پودر ما خلاص شد از ما بله لامه برادر بیا پودر پشه پودر کیک پودر مرقش پودر چورچورک پودر مرگ موش برادر بیا که خلاص شد برادر لیلام اگه می از سم و 4 ماه دل جمع شی خونی خوب بیا بخر برادر ما لیلامه ما اینا شرکت بی منه برادر اینا برادر ضد منه آوان کنده بود سرصدای کم بود ریکا میفروختم سرصدای کم بود پودر کیک و شوگول شو کنده و یک دگم پیدا شد بازال تو هم خیخ میکشی مردم رو هم به خونه میخذری چی آوردی با مردم؟ خب برارم ما که وظیفی مونه اینا شرکت بی منه خب بفهمیدیم اینا چیزی هسته که شما را 2 ماه 3 ماه 1 سال اینا به سالونه به شرط سالونه اینا اگه اینا پاشتی مچردی بر خونه خوب شطور اگه تونستک داخل شهر چه ماستیم بگیم خب حالا تو نشون بده کیشته چیزای اینا کیشته چیزای همی پودرهای که تو بیاوردی آنه اینا که هست پودر پشه پودر مرقه چورچورک پودر خر بفهمیدیم اکه مینا اینا که هست برادر اینا که هست اینا چیزه اینا ضد اینایه اینا بی ضد اینا ضد داره بفهمیدیم اینا باز خطی 7 رقمه خوبی و کدوم اکایه با من تو نشون ندی او خوبی کدوم اکه اگه یک کدوم از اینا خراب باشه پولا شما گوشت چی حلاره گوشت گوسپند شه حرام باشه با ما خب رقم دیگه همینه رقم ها اینا به چند حساب میکنی برای ما اینا این 90 روپیه همین 90 روپیه 90 روپیه ها اینا اکیمجی دوایه
اینا حکیمجی ها قدیمه بشنیدی مردم قدیمه. خوب ها این چند حساب میکنی برای ما؟ همه مایی ها دیگه زور شما نمیکشه. ما بعضابیم. خیلی دست موش، دست گربه، دست گربه، دست کنگاش، دست چلپاسه، دست کیک. خب دیگه از همین هم بعضابیم. یک کیکو پردیم چورچورک، دست چورچورک، مرغش. اینا خونده میشه. اینا خو یکر میکشه دگران باش بکشه دیگه. اینا خو خیلیه برادرم. تمام سروان اینا میفهمن چنده؟ 967 روپیه شده. همینا بدم نظر شما برابر یک سگی. اینا چند شده؟ کی؟ 4.5 سگ. الان اینا رو ببر، اینا قطی داره. خوب همیناه؟ خوبی، همه خوبه. همه برادرم خوبه، اما اینا قطی داره. من مگر یک امتحان اینا رو بکنم. خوبه امتحان کنیم. راستی هم که پشر میکشه. پشر میکشه نه. خوب ایکو یک 90 پشر میکشه. یم که اردن و خود بود، یم که نمک بود. خوب ماما جو، ای دوا تو سگ را میکشه؟ گردن همه بند باشه شطور دیگه کس نمیزنه. سگ گیرنده یا رمه؟ سگ رمه. سگ رمه؟ بله. سگ رمه قافله گیره شاید بکشه. اسب هم گفتی میکشه؟ اسب اصلا خوبه می هسته که گناه داره. اینه که تمام حیوانات حلال و حرام عمر میکشه. خر هم میکشه؟ خر کامجی کس نگه رس نمیکشه. اگر یک 10 تا تگوشی کری کمی تو روی تو بگرده بزی بر روی تو بگرده بزی بر روی تو بگرده بزی بر بزنو بیشتونه. تو مثلا چری؟ و مثلا هزی که تو کاروبار تو امینه که مردم کور میکنی، آرد نخود، نانا، نمک به جمع دوا میفریشی که مردم برای خونه خوب بزنه همه گیر بکشه. بیبی حکیمجیه. نمک حکیمجیه؟ گردن میگم. نانا حکیمجیه. تو پولا مردم هم مفت بکنی. خاک بم سر شما کلاورداراشه. مردم به می رقم شما کور میکنی. نمک و نخود و اینا رو بیاوردی جگاه با مردم میفروشی به جمع دوا. سر شما بگو. اما چی کنم که به گیر من افتادی؟ نه که تو همین تو میزدم که تا 2 ماه مکمل شما تو چرب میکردم. اینا رو تو سیکو. اینا رو ما استم چون منم چی بفروشه باز با مردم. ای رنگ تو به خاک شه. خدا به خورده تو نکنه به خیر خوشی. کار کسی بیمار به هم زدی اینا رو بستوندی. به بیبی خود میگن که تو بهم سر سفره عشم نفری کنه. بفهمیدن. گفتیم بلکم نفهم.